درود به همه. امروز اومدیم یه قسمتی از موزه پمبروک. این چرخ‌های بافندگی خیلی قدیمیه. این خونه مال 158 ساله و اینا هم لباسای قدیمیشونه که پوشیدن امروز برای نمایشگاه و چیزای بافندگی دارن. این صاحبای اولیه هستن که از آلمان اومدن اینجا. این چرخ‌های ریسندگی خیلی قدیمیه. امروز هم حالت نمایشی این خانوما دارن اینجا با این چرخ‌ها کار میکنن. به خاطر این خونه رو جزو موزه قرار دادن که چوباش انقدر خوب بود که نه موریانه خورده و نه از بین رفته و همه وسایلش هم مال حدود همون 158 الی 160 ساله. همینطور که میبینید اینا همه کارهایی که چوبی میبینید اینجا، حتی این جارو، اینا همه با دست درست شده. شومینه که من عاشق شومینم و این که برای کوبیدن و آسیاب کردن. این برای درست کردن سوسیسه. چقدر جالب. فکر کردم برای کوبیدن، در صورتی که درست کردن سوسیس با دسته. بالا هم هست. این اتاق نشیمنه که شومینه داره بازم. حالا میریم طبقه بالا. بسیار عالی. همه چیزای قدیمی و تاریخی اینجاست. چه خیاطی. همینطور که میبینین همشون هنرمندن. یعنی میگم هستن به خاطر اینکه الان هم هستن. الان هم انقدر کارهای دستی و بافندگی و خیلی کارهای جالب انجام میدن. اتاق بچه، گهواره، دوچرخه اصلی که من ساده شو داشتم، حالت دوچرخه‌ای نبود. یه اسب سفید داشتم مال دوران بچگیام. اینم گاشوه برای بچه. اینم روروکه. اینا همه با دست درست شده. همطور که میبینین صندلی غذای بچه. اینم توالت فرنگیه که به صورت صندلی برای بچه ها درست شده. حتی آینش هم قدیمیه. اینم به صورت وانه برای بچه است که فکر کنم این تو حمومش میکردن. جالبه بدون این ساختمون و یه ساختمون قبل‌تر که مدرسه بود بهتون نشون دادم، اینجا در اصل نبود، یه منطقه دیگه بود و اینا برداشتن آوردن اینجا تا مردم در دسترسشون باشن و بیشتر بتونن ازش استفاده ببرن، چون یه منطقه پرت بود. آوردنشون اینجا تا مردم به صورت اینکه
منطقه رو حالت موزه کردن و ساختمان‌های قدیمی رو گذاشتن اینجا تا همه بتونن بیان ببینن. امیدوارم شما خوشتون بیاد.